سلام به همه عزیزان و همراهان کانال صعود در متافیزیک. امین هستم. ممنونم که کانال خودتون رو برای تماشا انتخاب کردین. اگر اولین باره که به این کانال اومدین، باید بگم که در اینجا در رابطه با آموزش عرفان عملی صحبت میکنیم و مبنای این عرفانی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم مثنوی معنوی مولانا هستش که هممون باهاش آشنایی داریم. میخوایم کلمه به کلمه این کتاب ارزشمند رو موشکافی بکنیم و به زبون خیلی ساده پیاده سازیش بکنیم تا بتونیم کلمه به کلمش رو عمل بکنیم، چون صرفا فقط خوندن هیچ فایده ای نداره. هر چقدر روخونی بکنیم بر معنویت و معرفت ما اضافه نمیکنه، بلکه عمل کردن به این کتاب هستش که به معنویت و معرفت ما اضافه میکنه. وقتی معنویت و معرفت ما افزایش پیدا بکنه، این قدم به قدم به سمت سرانجام و به سمت مقصودمون نزدیک و نزدیکتر میشیم. سرانجام و مقصودی که میخوایم بهش برسیم چیزی نیست جز ذات الهی. میخوایم به خداوند نزدیک و نزدیکتر بشیم. میخوایم یک طی مسیر رو با همدیگه داشته باشیم که در نهایت بتونیم در ذات خداوند قرار بگیریم و به معبود و مقصودمون برسیم. در جلسه 8 هستیم و در ادامه جلسه قبل میخوایم ویدیو رو ادامه بدیم. بنابراین انسان کامل رو به نی تشبیه کرده مولانا. چرا نی؟ گفتیم که چون نی تو خالی هستش، حقیقت ذاتی نی تو خالی بودنشه. انسان هم در حقیقت ذاتش خالیه دیگه، تهیه. و در نقطه صفر باطنی هستش که انسان تازه پر میشه. گفتیم در نقطه صفر باطنی چه اتفاقی میفته؟ وقتی که فرد به نقطه صفر باطنیش میرسه، از خودش خالی میشه و فقط از خداوند پر میشه، از خداوند سرریز و لبریز میشه. حالا سوال پیش میاد که چرا همه انسان ها به انسان کامل بودن نمیرسن؟ ببین، ما داریم به این سمت حرکت میکنیم، به سمت اینکه برسیم به انسان کامل بودن دیگه. چیز عجیبی نیست. درسته طی مسیر کردنش سختی هایی رو داره، ولی غیر قابل دسترس نیستش که ما میتونیم به سمت انسان کامل بودن حرکت بکنیم. ولی چرا همه انسان ها نمیتونن؟ در جواب این سوال باید توجه داشته باشیم که اکثر انسان ها اجازه نمیدن درونشون خالی باقی بمونه و فضای درونی خودشون رو متاسفانه با چیزهای بیهوده پر میکنن. چیزهای بیهوده‌ای که اصلا ارزش وقت گذاشتن نداره. ولی اکثر آدم‌ها رو اگه توجه داشته باشیم، حتی خودمون، حتی خود من، درونمون رو اجازه نمیدیم خالی بشه که در نهایتش از خداوند بخواد پر بشه. درونمون رو با چیزهای بیهوده پر میکنیم. مثل چی؟ مثل خودبینی، مثل بزرگ نمایی، کینه ورزی، حسادت، رقابت های بی‌دلیل، بی‌مورد. یکی میاد شخصیتش رو مساوی قرار میده با ملک، املاک، ماشین و دارایی هایی که داره. میگه شخصیت من اینها هستن. ببین، وقتی که فرد درونش رو با این ها پر میکنه، با این تاریکی ها در واقع پر میکنه، دیگه جایی برای انسان کامل بودن باقی نمیمونه. بنابراین ما انسان ها خودمون اجازه نمیدیم که ذات درونیمون خالی و بکر باقی بمونه که در نهایت بتونیم از خداوند لبریزش بکنیم. مداوم و همواره از رذالت‌های دنیوی پرش میکنیم. طبیعتاً وقتی که پرش بکنیم از رذالت‌ها و تاریکی‌های دنیوی، دیگه نمیتونیم به سمت انسان کامل بودن گام برداریم و در یک خواب عمیق دنیوی غرق میشیم. اینقدر این غرق شدن عمیق و عمیق‌تر میشه که دیگه فرد هیچ وقت هم ممکنه بیدار نشه، متاسفانه. چون جوری دنیا رو ترسیمش کردن واسمون که اصلا دوست نداریم از این خواب بیدار شیم. اما فردی که به مقام انسان کامل رسیده، در ابتدای کار چیکار میکنه؟ روی خودش کار میکنه، عمل میکنه و تمام این رذائلی که بهت گفتم، تمام این تاریکی های دنیوی که بهت گفتم رو از خودش، از ذاتش دونه دونه برمی‌داره. یه دفعه که انسان کامل نشده، رو خودش کار کرده، رو خودش
تمرین کرده، خودش رو پرورش داده و دونه دونه این تاریکی ها رو از روی خودش، از درون ذات خودش کشیده بیرون و دیگه اجازه ورود بهشون نداده. یه دسته از افراد هستن مداوم دارن این تاریکی ها رو میندازن بیرون از درون ذات خودشون، از این در میندازن بیرون، از در و پنجره دوباره ورود میکنه میاد تو. صرفا فقط بندازی بیرون مهم نیست، مهم اینه که بتونی وقتی انداختی بیرون چارچوب خودت رو حفظ کنی، چارچوب ذهنیت رو حفظ کنی، اجازه ورود دوباره ندی. این خب یک مقدار سخته، با تمرین و ممارست امکان پذیره. وقتی که فرد این کارها رو انجام بده و ذات خودش رو خالی نگه داره، یعنی پاک بکنه و پاک نگه داره، کم کم به سمت نور الهی، یعنی نور خداوند کشیده میشه. در واقع ما باید از ظلمات دنیا عبور بکنیم تا به نور الهی برسیم. ابتدا باید خودمون رو از منیت‌ها خلاص بکنیم و از تاریکی‌های دنیوی عبور بکنیم. یک طی مسیر باید در درون خودمون ابتدای کار باید داشته باشیم. شاید زمان بر باشه، شاید که نه، حتما زمان بره. فکر نکن یه هفته 2 هفته این امکان پذیره، نه. تمرین و ممارست میخواد، شاید گاهن چند سال هم به طول بیانجامه، ولی خب در نهایت خروجیش چیه؟ شما به سمت نور الهی داری حرکت میکنی دیگه، خروجیش ارزشمنده. اتفاقا سخت‌ترین قسمت هم همینه دیگه، بخوایم از این تاریکی های دنیوی عبور بکنیم و در نهایتش به اون نور الهی برسیم. قسمت سخت ماجرا همینجاست. این تاریکی ها به قدری در ما نهادینه شده که هر کدومش رو بخوایم از ذات خودمون برداریم خب سخته دیگه. طبیعتا اون ترک عادت کردن ها سخته. کسی که عادت داشته همیشه غیبت میکرده بخواد این غیبتش رو ترک بکنه خب سخته دیگه. غیبت رو بخوای ترک کنی چجوریه؟ اون افرادی که مدام غیبت میکنن رو باید باهاشون ترک رابطه بکنه دیگه. مثلا باید یا بهشون بگی فلانی و فلانی و فلانی اگه من اومدم تو جمعتون حق غیبت کردن دیگه نداریم تا زمانی که من هستم. اگه گوش دادن خب مشکلی نیست، اگه گوش ندادن دیگه نباید با اون افراد مراوده بکنی. خب این میشه سختی کار. مثلا فرد میگه خب اگه اینجوری باشه دیگه من نباید با هیچکی در ارتباط باشم. ببین، با هیچکی در ارتباط نبودن خیلی بهتر از اینه که بشینی غیبت رو گوش بدی، پلیدی ها رو وارد ذاتت بکنی. اینجوریه که میگیم قسمت سخت ماجرا این قسمته که بخوایم از این تاریکی های دنیوی عبور کنیم، در واقع دل بکنیم از این تاریکی های دنیوی و خودمون رو خالص و خالصتر بکنیم، ذاتمون رو پاکتر و پاکتر بکنیم که پذیرای این نور الهی باشه دیگه. نمیشه که یکی میگه مهم نیت دیگه، حالا من هر کاری کردم. خب این اتفاق نمیفته، اصلا ذاتت پاکسازی نمیشه. هر کاری کردی من نیتم پاکه، اون نیت باید توأم با عمل باشه دیگه. عمله که سخته، وگرنه که حرف رو هممون میتونیم بزنیم. اینا رو باید بهش توجه کنی. متاسفانه اومدن سر زبونا انداختن چون نیتم پاکی حالا هر کاری کردم مشکل نداره. اتفاقا مشکل داره. چه جورم مشکل داره؟ نمیشه که شما نیتت یه چیزی باشه و در عمل یه کار دیگه رو انجام بدی. نیتی که میکنی باید در مسیر اون نیتت عمل رو هم انجام بدی. این خیلی خیلی اهمیت داره. وقتی که به این نور الهی رسیدی، یعنی از این تاریکی دنیوی، این دلبستگی‌هاش خودتو خلاص کردی و به نور الهی برسی، دیگه کار تقریبا آسون میشه. چرا؟ چون از این وارد نور الهی بشی، اون عشق الهی، اون جاذبه الهی، اون مغناطیس الهی که فرد رو جلو میبره، به قلب فرد وارد میشه و فرد رو جلو میبره. اون مغناطیس الهی دیگه از این بعد فرد رو جلو میبره و دیگه تقریبا کار آسونه. فقط کافیه که از این تاریکی ها خودمون رو بکنیم و جدا بکنیم. بنابراین میتونیم منطقه ظلمانی دنیا رو به خاک تشبیه بکنیم و منطقه بعد از این ظلمات تاریکی رو به روح تشبیه بکنیم، روح الله در واقع. در نتیجه میتونیم بگیم که طی مسیر کردن یعنی فرد از خاک به روح برسه. خاک چی بود؟ همون تاریکی ها و ظلمات دنیوی، و روح هم روح الله دیگه، نور الهی. یعنی این طی مسیر کردن ما، این مسیری که باید طی بکنیم.
این طی مسیر کردن جایی نیست جز در درون خودت، در ذات خودمون باید طی مسیر رو انجام بدیم. مثلا هستن میگن ما برون فکنی میکنیم. ببین اینا خیلی شوخیه. برون فکنی میکنی که چه اتفاقی بیفته؟ اصلا ربطی به عرفان نداره. خب خواهشاً اینا رو با هم دیگه قاطی نکن، مخلوطشون نکن، به حال چیز قیمه ها رو نریز تو ماستا. درون خودت، درون ذات خودت باید طی مسیر رو انجام بدی، پله پله جلو بری، مرحله به مرحله جلو بری، دونه دونه این حجاب‌های تاریک و ظلمانی رو ازش عبور بکنی که در آخرین گامی که برمی‌داری از این تاریکی عبور کردی، اومدی جلو و به نور الهی برسی. هممون خیلی شنیدیم که بزرگان گفتن سفر الله باید داشته باشی. سفر الله یعنی چی؟ یعنی سفر از همون ظلمتی که راجع بهش صحبت کردیم به نور، یعنی از ظلمت دنیوی ذاتمون به نور الهی. سفر از خاک به روح، همینی که توضیح دادیم، سفر الله. همشون به یک معنی هستن، فقط گویش ها متفاوت میتونه باشه. حالا این انسانی که به این مرحله رسیده و از ظلمات ذاتی خودش عبور کرده، تازه میرسه به بیت اول مثنوی معنوی. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکنه. میگه از نی بشنو، از انسان کامل بشنو، انسانی که قسمت ذاتی و قسمت تاریک ذات خودش رو عبور کرده و به نور الهی رسیده. تازه اینجا که به نور الهی میرسه این انسان ناله سر میده. چرا ناله سر میده؟ تازه متوجه میشه که از ذات الهی جدا افتاده. ما همونطور تو ویدیوهای قبلی گفتم، اشاره کردم بهش، ما نورالله هستیم دیگه، ما عین الله هستیم، ما نورالله هستیم، ما در ذات خداوند آفریده شدیم دیگه. حالا به واسطه اون نافرمانی که انسان انجام داده، از ذات الهی تبعیدش کردن به اسفل السافلین، همین زمینی که هست. حالا انسان اومده رو خودش کار کرده، رو این اسفل السافلین، از این تاریکی های دنیوی عبور کرده، رسیده تازه به مرحله نور الهی. تازه متوجه میشه که چه فراقی رو بهش مبتلا شده، چقدر جدایی افتاده بین خودش و ذات خداوند. اینجاست که ناله سر میده. ناله این فرده که به دل میشینه، مثل همون نی که به دل میشینه. تازه فرد که به این نور الهی میرسه متوجه میشه که چقدر از خدا دور افتاده. ولی متاسفانه یه سری از افراد هستن فقط زبانن میگن وای 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 ما چقدر دور افتادیم از خداوند، ولی در عملش هیچ چیزی رو نمیبینیم. ببین، عمل کردن خیلی خیلی مهمه. فقط صرفا شب و روز پشت هم مداوم بگی وای من چقدر دور افتادم، نه، فایده نداره. عمل باید بکنی. چقدر میتونی عمل بکنی که این فاصله رو کم به کم و کمترش بکنی و به سمت انسان کامل بودن برسی. وقتی به سمت انسان کامل بودن حرکت بکنیم و هر چقدر نزدیکتر بشی به این انسان کامل بودن، در واقع داری نزدیکتر میشی به اون ذات خداوند، اون ذات اصلی که توش آفریده شدیم هممون. حالا اومدیم روی زمین و متاسفانه اسیر این رذایل و تاریکی های دنیوی شدیم. هممون در ذات خدا آفریده شدیم و هممون یکسانه. میگه که همه انسان ها، زن و مرد یکسانن، هیچ تبعیضی نیست، چون هممون در یک جا آفریده شدیم. ولی اومدیم اینجا اسیر خواب دنیوی شدیم. یکی میشه قاتل، یکی میشه دزد، یکی میشه دانشمند، یکی میشه یک انسان خیر. بستگی داره که چقدر در این خواب عمیق و عمیق‌تر بشیم. یکی از خیلی عمیق میشه و یک جنگی رو به راه میندازه و کلی انسان بیگناه و با گناه رو میکشه، و یکی هم هست میشه دکتر و خیلی از زندگی ها رو نجات میده، و خیلی از همون دکترها هم هستن که تا پول نگیرن زندگی رو نجات نمیدن. بستگی داره که فرد چقدر در این خواب دنیوی فرو رفته باشه و چقدر بخواد خودش رو از این خواب بکشه بیرون و از این ظلمات دنیوی، رذالت هایی که بر ذاتش نشسته و نفوذ کرده و ریشه دوونده، بخواد خودش رو پاک بکنه. ببین، مسیر طی مسیر جالبه، نهایتش عشق دیگه. وقتی شما عاشق چیزی باشی، هر چقدر سختی بهت بدن متوجه نمیشی، میگی این کاری که شده و من قراره که در نهایتش به عشقم برسم دیگه. مثلا دو نفر عاشق هم دیگه میشن، اصلا سختی، میگه آقا این کار چیه؟ خب از هم جدا بشین، سخته دیگه.
میگه نه تو نمیفهمی، من عاشقم. وقتی که عاشق خداوند باشی دیگه نمیگی مسیر سختی داره. بسیار از افراد هستن میان میگن که مسیر سخته، اینطوریه اونطوریه، تا سختی به خودت ندی به هیچ جا نمیرسی. ببین اون هنوز عاشق واقعی نشده. عاشق واقعی اصلا هیچ وقت حرف از سختی نمیزنه، چون فقط عشق رو میبینه. هر چقدر مسیرش سنگلاخ باشه، پاش خار فرو بره، خونریزی بکنه، اصلا واسش مهم نیست. چرا؟ چون از خداوند داره سرریز و لبریز میشه، از خودش تهی میشه، از خداوند سرریز میشه. همون مثالی که زدن در رابطه با داستان حضرت یوسف، گفتم که وقتی زلیخا مهمونا رو دعوت میکنه، یکی یه پرتقال و چاقو میده بهشون، بعد میگه یوسف وارد بشه و یوسف وارد میشه، همه دستاشون رو میبرن بدون اینکه بفهمن چی شده. تو اون لحظه به اون خانوما میگفتی تمام ملک و دارایی و همه چیز برباد رفته، از بین رفته، اصلا نمیفهمید، مهم نبوده واسش، چون تو اون لحظه از خودشون خالی شده بودن و از یوسف پر شده بودن. چیزی دیگه جز یوسف نمیدیده. اون چاقویی که دستشو میبرده سختی مسیرش بود دیگه. اون خانوما همه دستشون رو بریدن، خون اومد، چیک چیک داشت خون میومد، ولی اصلا سختی به چشمشون نیومد، اصلا سختی رو متوجه نشده بودن، چون از یوسف پر شده بودن. حالا ما چطور میتونیم از خداوند سرریز و لبریز شده باشیم، از خداوند پر شده باشیم و بیایم بگیم مسیر سخته؟ اگه بگیم مسیر سخته یعنی هنوز به اون عشق نرسیدیم، هنوز از خدا سرریز و لبریز نشدیم و فقط زبانن داریم جلو میریم و عملا به هیچ جایی نرسیدیم. عمل کنید، عمل کنید، هممون عمل کنیم که بتونیم به این نقطه کم کم برسیم. ببین هنوز توی بیت اول مثنوی معنوی هستیم، ما از این بیت عبور نکردیم، ما این همه تفسیر داریم میگیم. ممکنه تو یه جمعی بشینی پشت هم بخونن برن جلو و به 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 بگن و همینجور ادامه بدن، اون فایده نداره. باید موشکافانه این کتاب عظیم و مفید رو بررسی بکنی و عرفان رو ازش استخراج بکنی و عمل بکنی. به عمل کار برآید، به سخندانی که نیست. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی. اگه نظر، انتقاد و پیشنهادی داری تو قسمت کامنت ها حتما برام بنویس، و یا اگه موضوعی ذهنت رو درگیر کرد تو قسمت کامنت ها بنویس. اگر نفرات زیادی راجع به اون موضوع نظر خواستن، حتما یک ویدیو هم راجبش درست میکنم. روزگار بر شما خوش.